ترفندهای کاربردی که بعد از 40 سال زندگی کردن تازه یاد گرفتم. دو طرف آویز رو برش بدید، سپس دو طرف رو به سمت پایین و داخل تا کنید. حالا یه دستمال توالت داخلش قرار بدید و در حموم و توالت ازش استفاده کنید. رابط آویز رو باز کنید، چنگیر لباس داخلش بگذارید، از اون برای خشک کردن جوراب‌ها استفاده کنید و جوراب‌ها در یه ردیف به خوبی خشک خواهند شد. چوب لباسی رو به شکل W در بیارید و برای خشک کردن کفش‌ها به خوبی عمل میکنه، به همین راحتی. 2 عدد چوب لباسی رو از بالا به پایین بکشید، به هم نزدیک کنید، از وسط با طناب به هم متصل کنید تا محکم بشن. حالا بالشی رو که شستید رو روی اون قرار بدید و 2 آویز رو به هم قلاب کنید. حالا بالش شما آماده است برای آفتاب گرفتن. چوب لباسی رو به شکل موجدار در بیارید، سپس اون رو تنظیم کنید برای آویزون کردن درب قابلمه آشپزخونه. بسیار کاربردی، هم راحت هم قوی. قلاب آویز رو بیرون بکشید، اون رو به سمت بالا تا کنید، 90 درجه بچرخونید. 2 تا از این آویزها رو روی هم قرار بدید، خوب بچسبونید. حالا شما یه سطل زباله معلق و آماده دارید. یه چوب لباسی رو از وسط تا کنید، سپس کمی به سمت بیرون قوس بدید، اون رو به دیوار آویزون کنید. حالا شما یه جا برای نگهداری کلی چوب لباسی خواهید داشت. 2 طرف آویز رو به سمت پایین تا کنید، به راحتی میتونه وزن چند کتاب رو تحمل کنه و کمترین فضا رو اشغال میکنه. هر 2 سر آویز رو به سمت بالا تا کنید، با بسته پلاستیکی 2 آویز رو به هم محکم کنید و حالا شما یه جا کفشی ویژه و خاص خواهید داشت.